بندگان الله، برادر و خواهر مؤمن، قدر بزرگان و علمای خود را بدانیم. امشب در غیاب استاد ما سخن میگیم. مردی خستگی ناپذیر روز اول که برنامه خود را شروع کرده بود، خیلی ها از اونهایی که لباس سفید به تن داشتند میگفتند این مرد دوام نخواهد آورد. با این حجم سنگین کار نمی شود ادامه داد، ولی او ثابت کرد که می شود. درود و سلام خداوند بر او باد و ما آن روز نبینیم که ایشان در بین ما نباشد.